سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. ممنون که وقت گذاشتین و تشریف بردین. به نظرم استارت کنیم. امید جان، تا شما شروع کنی شروع کن. ممنونم ازت. خیلی عالی. خب اول از هر چیز سلام به همه عزیزان. امیدوارم که حال همگی خوب باشه هر جای دنیایی که هستید و خیلی خوشحالم که از این که در خدمت همه هستم و امیدوارم که ارائه واقعا خوب و مفیدی داشته باشیم. خب همونجور که مطلعید، موضوعی که قرار امروز راجبش صحبت بکنیم بحث لول دیزاین و کلا اهمیت لول دیزاینه که میخوایم راجبش صحبت کنیم. یکی از موارد مهم و چالشی حتی برای خودمون که سعی کردم بهش بپردازم. خب قبل از هر چیز من یک معرفی مختصری از خودم داشته باشم. من امید کلانتری هستم، مدیر پروژه بازی ایکسکان، مشغول به فعالیت داخل استودیو کاسیت و همیشه و همه وقت علاقه‌مند به کلاً مقوله ها و مؤلفه‌های دیزاین و دیزاین بازی. خب توی این ارائه می‌خوایم راجع به 3 موضوع صحبت بکنیم. توی قدم اول به عنوان مقدمه می‌خوایم راجع به 3 سطح از پلیرها صحبت کنیم، بعدش بیشتر راجع به لول دیزاین و در آخر هم راجع به اینتنسیتی چارت که اون هم یکی از مقوله‌های مهمه. خب بابت پلیرها شاید میتونیم بگیم به شیوه‌های مختلف شما تقسیم بندی راجع به پلیرها شنیده باشید بر اساس شخصیت، ویژگی که دارن. من یه اسلاید برمیگردم راجع به موضوعاتی که میخوایم امروز صحبت بکنیم، تقسیم بندی پلیرها توی 3 سطح و بحث لول دیزاین و در آخر هم نمودار شدت. خب همونجور که گفتم شیوه های مختلفی تقسیم بندی میشه. تقسیم بندی که ما میخوایم انجام بدیم شاید تو نگاه اول ساده به نظر بیاد، ولی اگر بتونیم روش عمیق بشیم و بهش توجه کنیم به نظرم خیلی مورد مهمی محسوب میشه. سطح 1 سطح کسانیه که عاشقان گیم پلی بازی هن. یعنی به این معنا که شما وقتی یک بازی رو انجام میدی صرف نظر از هر چیزی که تو بازی وجود داره، شما بازی رو دارید پیش میرید به خاطر گیم پلی بازی. شما اگر بازی رو دارید انجام میدید به خاطر اینه که گیم پلی انقدر بهتون چسبیده و دوست دارید گیم پلی رو دارید بازی میکنید. و تو این سطح کسانی هستند که عاشق پیشرفتن و دوست دارن فیچرهای جدید رو بهش دست پیدا بکنن و جاهایی که قبلا قفل بودن رو بتونن باز بکنن و تو اون سمت حرکت کنن. و هر چیزی که روی گیم پلی کلا تاثیر داره برای این سطح خیلی مهمه، از انیمیشن ها، وی اف ایکس ها که میتونه تاثیرگذار تو جریان بازی این سطح باشه. سطح 2 سطح کسانی هستند که عاشقان داستان بازی هستند. اونا دوست دارن تو بازی‌های ویدیویی بیشتر کاتسین های سینمایی ببینن و ممکنه طرفدار کاراکترها باشن یا همینطور اینکه دیالوگ ها رو همیشه به ذهن بسپارن، دیالوگ های خاص رو، و علت این که هم بازی میکنن دوست دارن برسن به نقطه‌ای که کاتسین جدید پخش میکنه تا بتونن بفهمن که داستان در ادامه چه اتفاقی میفته. و این به این معنا نیست که از گیم پلی لذت نمیبرن، طبیعتا از گیم پلی بازی هم لذت میبرن، ولی اونها یک هدف بالاتری دارن و دوست دارن که بازی بکنن برای داستان بازی. من تجربه‌ای که خودم شخصا داشتم داستان بازی دلاسافاس پارت 2 بود که واقعا مثل یک فیلم سینمایی بود که هر روز، مثل یک سریال بود که هر روز داشتم یک قسمتش رو بازی میکردم و دوست داشتم زودتر برسم که ببینم انتهای تقابل الی و ابی واقعا چی میشه. و سطح 3 هم کسانی هستند که دوست دارم بیشتر بدونن، عاشق جزئیات داستانن و اونها جستجوگرن و علاوه بر این که ممکنه کاتسین باشه و دارن کاتسین ها رو میبینن، دوست دارن بگردن پیدا بکنن و بتونن داستانهای بیشتری راجع به اون محیط و جهان بدونن. و بخوام مثال بزنم بازی گان هومه که توی زمان خودش واقعا بی‌نظیر بود. شما تو اون خونه میتونستید با هر چیزی که از لحاظ فیزیکی شاید منطقی باشه اینتراکت کنید، تعامل بکنید و اگر سرنخی داخلش باشه ازش مطلع بشید.
خب حالا این سه تا سطح رو بخوایم کنار همدیگه بذاریم، یه سوالی که پیش میاد آیا هر کدوم از ما توی یک سطح مشخصی قرار داریم؟ طبیعتا جوابی که هست نه، ما هر کدوم ما به عنوان پلیر یک نیاز و تعریفی نسبت به این سطح ها داریم و این هم نظرم برمیگرده به اون اولین تجربه جدی که داشتیم. برای مثال من اگر یک تعریفی نسبت به بازی‌های شوتر دارم، باید برگردم ببینم اولین تجربه جدی که داشتم چی بوده دقیقاً و به نوعی میتونیم بگیم که این بازی‌ها هستن که با شناخت این نیازها، با شناخت این تعریف و با عملکرد خودشون ما رو جذب میکنن و به ما میگن که تو کدوم سطح قرار بگیریم. و یه نکته‌ای که بین این سه تا به نظرم مشترکه، بین عملکردشون، بین اون جریان بازی که داره، طبیعتاً بحث لول دیزاینه که باید بهش بپردازیم. خب تو این قسمت که اگه بخوایم راجع به لول دیزاین صحبت کنیم، طبیعتا همونجور که میدونید یک لول یا یک سطح یا لندسکیپ همون جایی که بازی داره اتفاق میفته میخوایم راجع به صحبت بکنیم. به صورت کلی وقتی شما داخل یک محیط جدید توی دنیای واقعی قدم میذارید، به صورت ناخودآگاه سه تا مؤلفه براتون شکل میگیره و که اینجا آوردم: understanding یا همون فهم و درک، فیلینگ احساسات و آیدنتیتی یا همون هویت نسبت به اون محیطه. این سه تا شکل میگیره به صورت ناخودآگاه که این هم تو بازی ویدیویی هست. تو محیط هایی که قرار میگیریم طبیعتاً شکل میگیره که میخوایم راجع به یک به یک صحبت بکنیم. بخوایم اگر راجع به درک صحبت بکنیم، خب از سه تا منبع میاد که به صورت هرمی نشون دادیم و میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. مؤلفه یا منبع اول که توی سطح بالا قرار داره بحث environment storytelling یا همون روایت داستان به صورت محیطی، بحث لول دیزاینه و در آخر هم بحث ورد بیلدینگ یا ساختار جهانی. خب بحث environment storytelling، خب چیزی که هست، ما نمیتونیم تمام داستان رو با استفاده از محیط شاید بخوایم به مخاطب بگیم و چیزی که تعریف میشه اینجا، میگن شما میتونید با استفاده از محیط یه سری میکرو نریتیو ها، یه سری داستان های خرد رو به مخاطب القا بکنی و تعریف بکنی براشون که شکل شمایل بازی شکل بگیره. وقتی میگیم فلان بازی، با وجود اینکه شاید کاتسین ها، شاید اصلا اون دیالوگ ها به یادمون نمونه، ولی با استفاده از چیزی، اون وایبی که درونش بودیم و با استفاده از اون المان هایی که براش تعریف کردن بودیم، یه سری داستان ها برامون تعریف شده که ازش اطلاع داریم. خب المان های متفاوتی وجود داره. من یه سری المان های خاص رو آوردم و شاید المان هایی باشه که داخل این لیست وجود نداشته باشه و بشه با استفاده از اون داخل محیط روایت رو بیان کرد. بحث اول بحث نمادها هستش و چیزی که مهمه و به صورت ناخودآگاه میتونیم یک درک یا فهمی برامون ایجاد بکنه همین بحث نمادهای. نمادها میتونه نماد یک گروه، یک مکان و یا حتی یک مناسبتی که در حال یک زمانی رو به ما اطلاع میده. من برای مثال عکس سمت چپ شاید اطلاع ازش نداشته باشم چون بازی نکردم دقیق، خب ولی میتونه این درک رو به هم برسونه. این محیطی که الان من دارم نشون میدم و این محیط ناامیدی فرا گرفته، حداقل توی سال 1959 بوده و شکل گیری شاید از اون موقع بوده، یا عکس سمت راست. و حتی میتونن المان‌هایی رو خود بازی بسازه و با استفاده از درک انسان‌ها بتونه توی لول‌های بعدی به عنوان یک نماد که خود انسان به صورت ناخودآگاه متوجهش بشه تبدیل کنه. بحث بعدی دیوار یا دیواره هاست که اون هم میتونه برای بحث روایت خیلی استفاده بشه، هم میتونه برای گیم پلی استفاده بشه که میتونه به همون هینت یا کمک برسونه، یا میتونه به عنوان یک هشدار باشه برامون. و یکی از نمونه‌های خلاقانه‌ای که مثلا من دیدم بازی دیویل ویتین 2 بود که اونجایی که شخصیت اصلی داشت داستان رو تو ذهنش مرور میکرد و توی یک محیطی داشت قدم برمی داشت و وقتی رسیدیم به یک نقطه‌ای می‌دیدیم که
دیوار روبرومون یک حالت مثلا با حالت کلمش یادم رفت با پروژکتور اون صحنه رو داره با سایه برای ما ایجاد میکنه که دعوای بین خودش و خانومش سر این که دخترش هنوز زنده است و ما باید بریم دنبالش بگردیم، که این میتونه هم برای روایت داستان استفاده بشه، هم میتونیم با استفاده از پوسترها و عکس‌هایی که وجود داره یه سری مفهوم‌ها مفاهیم رو به مخاطب القا بکنیم و بتونه از اون یک درکی رو بگیره. بحث بعدی اتفاقها به نظر من خب یکی از رسالت هایی که میتونه بازی های ویدیویی داشته باشه هدیه دادن تجربه هایی که آدم توی دنیای واقعی خودش به عنوان یک انسان نمیتونه تجربه بکنه. خب یکی از علمان هایی که به نظرم تأثیر داره بحث لول یا محیطی که داریم توش قدم برمیداریم و تو این محیط باید به دنبال این باشیم که یک سری اتفاقهای غیر منتظره غیر عادی رو ایجاد بکنیم و این اتفاقهای غیر منتظره و غیر عادی باعث میشه که پلیر بیشتر تشویق بشه به سمت اینکه بره بازی بکنه یا بیشتر راجع به داستان بدونه، یا بعضی وقتا بخصوص تو همین مثلا آنچارتد شما یه صحنه رو میبینی و میتونی بری داخل مثلا نزدیکش باهاش اینتراکت بکنی و خود کاراکتر اصلی دیالوگی رو برقرار میکنه و داره یک داستان ریزی رو بیان میکنه که مثلا اینجا چه اتفاقی افتاده. یا مثلا تو همون دیویل ویتین 2 که اون باسی بود که موقع کشتن عکس میگرفت، خب همونجا یه سری روایت ها صورت میگرفت و شاید تو ذهن خیلی همونم اینجوری باشه که خب باید المان‌های دارک باشه تا پلیرها جذب بشه، ولی به نظر من اینجور نیست و بخوام یه مثالم بزنم که المانی که برام جالب بود و حتی فان بود بازی استری بود که اونجایی که ربات‌ها کار میکردن میتونستیم باشون هم تعامل کنیم، یه سری چیزها رو بیان میکردن راجع به شرایطی که تو محیط داریم و مستنداتی که این هم چیز شفاف و مشخصیه که یکی از چیزهایی که میتونیم باهاش داستان روایت بکنیم طبیعتا همینه و توی دلست هم مثلا اینجوری بود که حتی تا صوت هم وجود داشت و وایس هایی که راجع به آزمایش ها وجود داشت و میتونستیم گوش بدیم که یکی از مؤلف هایی که میتونه انتخاب بشه برای این موضوع. بحث NPC ها هست. NPC ها میتونه به صورت های مختلفی باشه، میتونه به این صورت باشه که همراهمون باشه توی سراسر گیم پلی، همراهمون باشه بتونیم بازی بکنیم، با همدیگه دیالوگ برقرار کنیم، صرفا حالت تعاملی باشه که توی یک هابی جایی منطقه خاصی با همون دیالوگ برقرار کنه، یا به صورت این باشه که داره یک عملکردی رو اجرا میکنه، داره یه سری انیمیشن هایی رو اجرا میکنه که به صورت تصویری برای ما داره یک شرایطی رو رقم میزنه و داریم یک برداشتی رو نسبت به اون محیط ایجاد میکنیم برای خودمون. خب این بحث اول بود. بحث بعدی بحث لول دیزاینه، جاییه که خب دیزاینرها تمرکزشون رو میذارن روی بحث چیدمان یک محیط، به خصوص این که من توی یک محیط بتونم محیطمو چیدمان بکنم و متناسب با اون چیزی باشه که پلیرها بتونن درک و فهم درستی داشته باشن. لول دیزاینرها عمدتاً به نظرم باید این قسمت دنبال این باشن که محدوده یک لول به چه صورت باشه، عملکرد پلیر تو اون لول باید چجور باشه، به نوعی باید دنبال یک پیسینگی باشیم، دنبال این باشیم که از ضربان‌های کوچک، از المان‌های کوچک کنار همدیگه بچینیم و یک لولی رو تشکیل بدیم و بیایم تست بکنیم و عملکرد پلیر رو بررسی بکنیم که به نظر من خیلی مهمه و میتونیم راجبش هم صحبت بکنیم که اینها وقتی کنار همدیگه یعنی چیده میشن چه شرایطی رو برای پلیر ایجاد میکنن. این هم میتونه به داستان کمک بکنه،
از لحاظ ظاهری که داره، چیدمانی که داره، محیط هایی که هست، هم میتونه به گیم پلی کمک کنه، چون وقتی ما توی یک محیط جدید داریم قدم برمیداریم ذهن ما داره اسکن میکنه و هر چقدر بتونیم سازگارتر باشیم با محیطمون به نظرم میتونه یک محیط بهتری داشته باشه. و بحث این المان ها به نظرم المانی هستند که هر کدومشون یک تاریخچه، یک داستانی دارن و دارن با اون صحبت میکنن، یعنی اون درک انسان داره تاثیر میذاره. طبیعتا من اگر یک کلیدی رو پیدا بکنم متوجه این موضوع میشم که خب یک دری وجود داره که این با این کلید باز میشه، یا مثلا اگر یک در قفلی داشته باشم، یا مثلا تو بازی هارر وقتی میبینم شرایط جوریه که داره ترس برام ایجاد میشه و میبینم تخت خوابی یا کمدی وجود داره، این المان ها داره با هم صحبت میکنه و این که چیدمانش چجور باشه به نظر من خیلی مهمه. بحث ورد بیلدینگ یا همون ساختار جهان، خب اینجا جاییه که گیم دیزاینرها و نریتیو دیزاینرها میشینن با هم دیگه جهان خودشون رو شکل میدن، اون فرهنگی که تو اون جهان هست، تاریخچه‌ای که هست، جغرافیایی که هست، ساختاری که کل مپ داره، اون چیدمان محیط‌ها کنار هم دیگه و میشینن و اینها رو تصویر میکنن و همینطور قانون‌هایی که داخل جهان وجود داره و شاید زمانی که شما توی یک محیط قدم برمیدارید به صورت ناخودآگاه این درک و فهم براتون ایجاد میشه که توی چه دوره از تاریخی دارید قدم برمیدارید و چجوری شرایطتون، آیا تنهایید یا نه، مثلا شهروندهایی تو شهر هم هست، آیا از دست رفته یا نه، مثلا مثل یک بازی هیتمن همه جا مرتب هست و شما باید یک کاری بکنید که به صورت مخفی کاری باشه و این هم خیلی مهمه. معمولا میگن شما وقتی تو پیر پروداکشن هستید خیلی جزئی نرید توی این سطح و سعی کنید به 3 تا سوال جواب بدید، این که قبلا کیا بودن اینجا، الان چه کسانی هستن و ما باید چی کار بکنیم داخل این محیط تا بتونید اون بحث لول دیزاین رو بیارید بالا و بتونید بعدش این که لول دیزاین اوکی بود ساختار جهانی رو هم هر روز کامل‌تر بکنید. خب بحث احساسات، خب احساسات یکی از مؤلفه‌ایه که به نظرم روی سیستم 1 و 2 انسان تاثیر میذاره. انسان داره 2 تا سیستم 1 و 2. سیستم 1 همون ناخودآگاه انسانه، چیزیه که خیلی سریعه، خب یعنی نیاز به تفکر زیادی نداره، میتونی سریع تصمیم بگیری، یک تصویری رو وقتی میبینی جذبش میشی یا میشناسیش و این میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ اینکه وقتی من توی یک محیط هستم اون جلوه بصری محیط چقدر میتونه رو اون تاثیر بذاره و جذب اون موضوع بشم، جذب این بشم که بخوام ادامه بدم. و همینطور روی سیستم 2 بازی که سیستم 2 انسان ها که همون سیستم پیچیده است، همون سیستم خودآگاه انسانه که باید تمرکز بکنه، تفکر عمیق بکنه روی مسائل که بتونه اونها رو حل بکنه و بازی رو پیش بره، گیم پلی رو پیش بره. و یکی از مؤلفه‌هایی که به نظرم مهمه بحث مقیاس. خب یکی از استودیوهایی که خیلی خوب کار کرده استودیوی ناتی داگ که به خصوص تو بازی آنچارتد که بارها تو رو میبره توی غار و تحت شرایط سخت قرارت میده، مجبورت میکنه توی سطح آب شنا بکنی، بری پایین، نفست بند بیاد، بخوای بیای بالا، ببینی سطح خیلی کمی فاصله داری با سقف غار و وقتی میای بیرون میبینی واو، مثلا با یک فضای آزاد، فضای با شکوه رو در رو هستی که این میخواد به نوعی اون پاداشه رو برسونه بعد از اون سختی هایی که به پلیر تحمیل کرده محیط. بحث لایتینگ یا نورپردازی هم خیلی به نظرم مهمه. نورپردازی تعریف های متفاوتی تو ژانرهای متفاوتی داره. برای مثال تو همین 2 تا عکس ببینید، مثلا عکس سمت چپ خب یکی از بازی‌های ترسناکه، خب محیط بسته است، ما داخل یک خونه هستیم که خالی از سکنه است و محیط تاریک، یک نور کمی تابیده و همین یک حس شاید ترس، یه حس عذاب، یه حس ناامنی رو به پلیر برسونه که باعث ایجاد ضربان‌های زیاد برای پلیر بشه. ولی همین تاریکی رو بیاریم سمت راست توی این بازی، توی بازی گوستاو سوشیما که
این تاریکی باعث میشه که یک امنیت برای پلیر ایجاد بکنه، یه حس قدرت رو ایجاد بکنه که فعلا من اینجا فضام امن، اوکیه و میتونم کسایی که انمی هایی که میان اینجا رو کارشون یکسره بکنم و در ادامه بازیمو پیش ببرم. و همینطور مثلا میتونه به مسیر بازیمون رو هم کمک بکنه، یعنی اینکه بتونیم تشخیص بدیم مکان بعدی، در بعدی که باید به سمتش بریم دقیقاً چی. بحث بعدی مسیره. یه جمله است از کتاب لول آپ که میگه آقا پلیرها از زیاد راه رفتن خوششون نمیاد و شاید حس خستگی یا حس عذاب بهشون بده که همش داریم راه میریم، شده حالت شبیه ساز راه رفتن. و اینجا کاری که میان میکنن میگن آقا تو بیا همون مسیر رو در نظر بگیر، ولی یه سری خطاهای ذهنی رو برای پلیر ایجاد بکن که اگر ببینید تو عکس سمت راست میاد، همون مسیر رو با استفاده از پله ها برای پلیر متفاوت میکنه و یک خطای ذهنی برای پلیر ایجاد میکنه که با همون تغییر دوربین، تغییر فضا و چیزهایی که هست باعث میشه پلیر اون خستگی مطلق براش ایجاد نشه. بحث آب و هوایی هم میتونه روی احساس به نظرم تاثیر بذاره. عکس سمت چپ یکی از مراحل آخر بازی دلسافاس بود که واقعا تو مه سنگین چشم رو نمیدید و یوهو اینجوری میشدیم که میدیم مثلا یه پلیر، یک انمی سمت راست ما وجود داره و یوهو ظاهر میشه و یه حس ناامنی و عذابی واقعا برای ما صورت میگیره و این فرق میکنه که آقا ما یا توی هوای صاف بهاری داریم بازی میکنیم یا توی هوای برفی، دقیقاً مثل اون چیزی که توی دنیای واقعی شکل میگیره. بحث VFX ها هم که هم میتونه به عنوان یک عامل کمک کننده برای پیشرفت گیم پلی ایجاد بشه، هم به عنوان یک اخطار برای اینکه آقا شاید توی این مسیر، توی این شرایط نباید قرار بگیری و یک احساس خطری رو برای پلیر ایجاد میکنه. خب بحث آیدنتیتی یا همون هویت هم خیلی مهمه. خب ببینید هویت همون مجموعه از ارزش‌ها و باورها و اینکه دقیقا من کیم و شرایطم چجوریه و فرهنگم چجوریه و شخصیتم چجوریه، یا همه اینها میشه هویت. خب و چیزی که هست اون بالا ما توی ورد بیلدینگ اون ساختاره رو ساختیم و تا حدی پلیر خودش رو شناخته، محیط اطرافش هم هست و اینجا کاری که میکنن خب شرایط محیطی یه سری احساس رو ایجاد میکنه، میان رو اون محیطی که هست یک سری شرایط ویژه‌ای رو ایجاد میکنن و پلیر هم یک سری ویژگی ها و توانایی هایی رو داره و اینجاست که این سوال پیش میاد که من باید اینجا چجوری باشم، چجوری عمل بکنم، چجوری رفتار بکنم نسبت به محیطم، که به نظرم بهترین مثالی که میشه زد بازی هیتمنه که بسته به محیطی که داری میتونی عمل کنی و بازی ها معمولا اینجوری عمل میکنن که تو یا باید یک عملی رو حتما انجام بدی، خب یعنی یک رفتاری رو باید انجام بدی تا بتونیم بازی رو پیش ببریم، یا نه دست تو واقعا باز میذاره، میگه آقا هر جور که خودت میخوای رفتار کن و عمل کن، فقط بازی رو تموم کن، فقط بازی رو پیش ببر. که مثلا برای خودم جالب بود، من دلست رو تا آخر که رفتم، تموم که کردم، یه بار دیگه اومدم مثلا مرحله رو بازی کردم، دیدم مثلا میشه بدون اینکه انمی رو کش تا آخر مثلا با سرعت دوید و از یک مرحله جامپ کرد رفت مرحله بعدی و این خیلی مؤلفه مهمیه که بتونیم پلیرها رو توی یک محیط قرار بدیم که آزادانه رفتار کنن. بحث اینتنسیتی چارت یا نمیدار شدت، خب لول دیزاینرهای بزرگ چیزی که من میخوندم راجع بهشون میگفت تمام چیزهایی که وجود دارن رو با جزئیات فراوان می نویسن، یعنی هر چیزی که مرتبط به یک لول یا لول ها هستش رو با جزئیات فراوان می نویسن. من مثلا یه چارت می دیدم که مثلا یه سری چیزها بود که اصلا خودم متوجهش نشدم و در این حد عمیق میشن و دقیقاً این نوشتنه به نظرم برای پروژه یا همون لول ها
خیلی خوبه اینکه بدونیم ما چه انتظاری داریم از پلیر، چه انتظاری داریم از رفتارش داخل این محیطی که وجود داره. و این هم بگم که بسته به پروژه است. یه وقت هست یه پروژه تعریف میشه که 2 ماه 3 ماه صرفا میخوایم یه بازی رو منتشر کنیم بسازیم. یه وقت هم هست نه، ما داریم یک پروژه عظیمی رو رقم میزنیم و میخوایم بازی رو پیش ببریم و بسازیم و این بسته به نوع تعریف هم هست. این بیسیک ترین چارتی هست که میشه آورد و اینجوریه که میگه آقا توی سطر سمت چپ شما لیول هات رو تعریف کن، لیول هایی رو که داری، مکان هایی رو که داری، و ستون وسط فعالیت ها، کاری که باید پلیر توی انجام بده رو مثلا تعریف بکن و در آخرم احساسی که دوست داری که پلیر داشته باشه توی این محیط رو تعریف کن و بعدش بیار روی یک چارتی، یک نموداری به نام نمودار شدت و یه شدتی رو بهش بده. خب آیا من اگر نیاز دارم که پلیر تو این لول بترسه، خب آیا ترسم چقدر باید باشه؟ زیاد باید باشه؟ کم باید باشه؟ و اینجا یه شدتی رو براش قائل بشو و همه اون لول هایی رو که چیدی براش یه شدتی رو در نظر بگیر و ستون جلویی رو خالی بذار و حالا ساخته میشه یه سری پروتوتایپ ها، هر چیزی که هست قابل تست هست و قابل بازی هست. شما میتونید بیاید تست بکنید از پلیرها و از اونها بسنجید که تا چه اندازه اون چیزی که فکر میکردیم شدت داره و برای احساس ما، احساسی که پلیر نیاز داره خوبه. خب و میگه مرحله بعدی بیا بالانس بکن، حالا یا شما بیا بالاتر، خب یه جوری عمل کن که پلیرها بیان بالاتر به اون سطحی که میخوان برسن، یا جایی هم که تو می‌بینی منطقی واقعا نیست، پلیرها دارن راست میگن، رفتار پلیر داره جواب درست رو میده، ما باید از اون شدت بکاهیم در واقع. و در آخر هم این سرستون‌ها رو به همدیگه وصل میکنن و به نوعی میشه گفت اون فلو و یا جریانی که نیاز داریم که پلیر داخلش قدم برداره همینه. و چیزی هم که هست، حالا این برداشت خودمه، من حس میکنم بازی ها توی یک لوپ مشخصی دارن حرکت میکنن و سعی دارن با تعریف احساس های مختلف، تعریف شدت های مختلف، تجربه های مختلفی رو برای ما بسازن و این به نظر من خیلی های اهمیته. در کل مرسی، ممنون از توجهی که داشتید و وقتی که در اختیار من گذاشتید. ممنون، دست درد نکنه، مرسی از ارائهت. خب مثل جلسه قبل اگر دوستان سوالی دارن، ابهامی هستش، مسئله میخوان از ارائه بپرسن، دستشون رو بلند کنن و به ترتیب بپرسن که امید جواب بده، یا اینکه اصلا اگه بحثی بین خود دوستان خود انجام بشه باشه. خب ظاهرا فیروز دستش رو بلند کرد. بگو فیروز. آقا اول از همه دمت گرم که مطالب رو جمع کردی گفتی. صدا من میاد؟ یه پیامی دادین. بله صدات میاد. خب یه جا گفتی که انتخاب، درباره انتخاب حرف زدی تو لول دیزاین. اولا اینکه انتخاب کجاها خوبه، دوم اینکه چجوری نشونش بدیم که تو انتخاب داری کجا؟ تو هم پروسه لول دیزاین. اینجا رو میگی؟ یه جایی داشتی درباره انتخابا حرف میزدی. خب اگر انتخاب دقیقاً برای چی؟ انتخاب پلیر یا انتخاب رفتار؟ نه، انتخابایی که پلیر توی لول داره. حقیقت حالا شاید یادم نمیاد، ولی کلیتش شاید منظور من این بوده که شاید این بوده که گفتم که پیسینگ باید باشه. خب این پیسینگ مجموعه از ریتم های یک بیته، خب مثل بیت موزیک، خب یعنی یک مکان یا فعالیت مجزا مستقل از بازی. خب
و این باید چند تا چیز رو مشخص بکنه. خب آقا من یک لولی رو توی یک جای مشخصی چیدم، خب در اولین موضوع محدوده عملکرد پلیر چیه؟ خب مقوله دوم با چه چیزهایی میتونه ارتباط برقرار بکنه، چه چیزهایی رو میتونه انتخاب بکنه، تعامل برقرار بکنه، خب و چه کاری رو میتونه انجام بده و مثلا سوالهای دیگه ای رو هم میتونه جواب بده. مثلا این قسمت چقدر مهمه، کجا تاثیر داره روی روند گیم پلی بازی. خب شاید من منظورم این بوده، خب که توی یک لول مشخص بکنیم که پلیر دقیقاً میخواد کجا بره. خب یعنی یه جایی گفت هیت مپی مثلا در بیاریم، مثل فوتبالیا دید مثلا هیت مپ که آقا دقیقاً اینجا مثلا پلیر دوست دارم بره یه انتخابی داشته باشه، محدوده عمل کرد. و منظورم شاید این باشه. یه جایی گفتی درباره همین انتخاب که تو چیزو بازی کردی، لاست آواس بازی کردی و دیدی که بدون کشتن هم میتونی تا آخر بازی بری. دقیقاً. آره اینو گفتم. آره خب و خب من اونجا برام سوال ایجاد شد که این انتخابه اصلا چرا خوب بوده؟ چرا تو انتخاب داشته باشی خوبه؟ آیا همیشه داشته باشی خوبه؟ نمیدونم چند تا انتخاب داشته باشی خوبه؟ درست. بعد نکته بعدی هم همون بود دیگه، گفتم چجوری اینو من به پلیرم نشون بدم تو لول دیزاین، نه اینکه با مکانیک. ببینید چرا این که خوبه رو من بخوام بگم، خب بس از اینو فرض کنید تو دنیای واقعی خودتون رو فرض کنید شما یه کاری رو بهتون میسپرن و بهتون میگن این رو انجام بدید. اگر این رو مکتوب بکنن که آقا شما فقط باید به حالت دستوری که این کار رو انجام بدید، شاید حس خوبی نداشته باشه تا نسبت به این که آزادتون بذارن راههای خلاقانه بهتون بدن. من یه مثالی از هیتمن بزنم، عمل کردی که من داشتم. خب من هیتمن بازی رو خیلی دوست داشتم، خب ولی یه جایی واقعا دیگه رو مخم بود که آقا همه چی رو باید با مخفی کاری پیش برم و تا پامو میذارم توی اتاق میبینم یکی بهم شک کرده، یه قسمت شک کرده. گفتم چه بکنم چه نکنم. اومدم این روحیه رو در نظر گرفتم و به حالت کال آف دیوتی وار خب اون محیط رو خالی از سکنه کردم. یعنی دیگه یک قتل عام سنگینی شکل گرفت و یه حس خوبی واقعا بهم داد. خب بسته به اون حسی که به نظرم پلیر میتونه داشته باشه. خب شاید شما نمیتونید یک حس رو برای پلیر تعریف بکنید، همون میتونیم بگیم هویت دیگه. خب این که من نحوه رفتارم با موضوع چجوریه، آیا نحوه رفتار من با مشکلات یکیه مثلا با یک نفر دیگه؟ طبیعتا نیست. این تفاوته باعث میشه که پلیر یک آزادی عمل داشته باشه و یه حس خوبی داشته. از جهاتی هم ممکنه بد باشه برای اینکه پلیر ندونه باید چیکار کنه واقعا. خب شاید اگر یک بازی خطی باشه برای اون دسته از پلیرها به نظرم بهتره. این برمیگرده به اینکه پلیر تا چه حد در واقع از تا چه حد انتظار داره و باید پلیرها اونو در واقع بیشتر بشناسیم. بابت اینکه چجور میتونیم با محیط مثلا این رو چی بکنیم، این به نظرم یه بحث شاید پیچیده‌ای باشه، ولی چیزی که هست بر اساس شرایط. خب بر اساس اینکه من بیام محیطم رو جوری چیدمان کنم که پلیر بتونه از ویژگی‌هاش به نحو احسن استفاده کنه. یه جایی هست من محیطم رو یه جور میشینم میبینم آقا پلتفرم به دردم نمیخوره، یا حتی مثلا انقدر آدم ریختن تو این مپ، تو این محیط، انقدر همه چی امنیت بالاست، این که من بیام شلیک کنم به یک نفر شاید گزینه خوبی نباشه. به نظر من با شرایط میتونیم این رو به پلیر برسونیم، با چیدمانی که وجود داره که محیطی که داریم. خب این رو میتونیم به پلیر برسونیم که با تناسب ویژگی، قابلیت‌ها، توانایی‌هایی که داره چجور تصمیم بگیره، چجور انتخاب بکنه. خب در واقع همونه. یعنی ما ببینید مثلا نسبت به زندگی خودمون وقتی یک شرایطی رو می‌بینیم، همون اپروچ با مکانیکاست دیگه. من گفتم توی لول دیزاین چجوریه، این برای من سوال بود. ما الان گفتیم مکانیک هامون این انتخابا رو به ما میده.
درسته شما دارین میگین مکانیکاتون این انتخاب ها رو بهتون میده، خب ولی دارین میگید چجوری لول دیزاین به ما القا بکنیم که چجوری انتخاب بکنیم. مگه این بحث ما نیست؟ درسته، گفتم روشایی که لول دیزاین میتونه به این کمک کنه. منم دقیقاً دارم همین میگم. یعنی میگم آقا لول دیزاین با همون ایجاد شرایطی که وجود داره میتونه به پلیر القا بکنه که چجور رفتار بکنه. ببینید این رو نمیدونم چجور تا چه حد متوجه شدید، ولی این نظر شخصی منه که وقتی ما به عنوان انسان یک سیستم پیچیده وقتی داریم، خب وقتی توی یک محیط دوستانه قرار میگیریم، توی یک محیط مثلا کاری قرار میگیریم، خودمون وقتی اون محیط و شرایط رو میبینیم خودمون ناخودآگاه میفهمیم که باید چجور رفتار بکنیم. خب دقیقاً هم اینم تو گیم همینه. آقا وقتی من توی یک گیمی قرار میگیرم که ترسناکه، خب نمیتونم همینجوری همه جا راحت راه برم و مثلا همه چی رو با خیال راحت. خب یه جاهایی بر اساس شرایط، بر اساس اون همون نمودار شدتی که گفتم، انسان ترجیح میده که آقا بیاد از اون روحیه قایم شدنش، از اون ابیلیتی قایم شدنش استفاده بکنه و اونجوری شاید بتونه بازی رو پیش ببره بر اساس شرایط. به نظرم بسیار عالی. سهیل مطرح کن اگر سوالی داری یا باید نکته بگی. سلام عرض میکنم خدمت همگی. ممنونم از آقا امید بابت ارائه‌ای که داشتن. من صحبتی که داشتم منباب حالا سوالی بود که آقا فیروز انجام داد و فکر میکنم که خب در نهایت چون ایشون یعنی به نظر من حداقل قانع نشدن هنوز، یه توضیحی رو لازم دونستم از سمت خودم بگم و اونم اینه که چجوری ما بخوایم از طریق لول دیزاین یک مفهومی رو به کاربر برسونیم. یکی از جریاناتش اینه که لول دیزاین فقط لیات مرحله نیستش. لول دیزاین شامل بخش‌های نریتیو میشه، شامل صدا میشه، شامل یو آی میشه و وایس اکتینگ میشه، نور و سایه میشه و شاید ده ها المانی که شاید خیلی هاشم من خودم نمیدونم که معمولا حالا توی بازی‌های بزرگ استفاده میکنن به صورت خیلی هنرمندانه و پنهان که نیازمند خیلی بررسی ریشه‌ای داره. ولی خب در نهایت اتفاقی که میفته اینه که وقتی که شما لیات مرحله رو حالا به صورت وایت باکس گری باکس میچینین، باید در درجه اول خب خودتون بازی خودتون رو دیگه بهتر از هر کسی میشناسین، یعنی میدونید که خود من میخوام چیکار کنم توی این مرحله. و یه قسمتیش که حالا برای من همیشه تریکی بوده اینه که چجوری خودمو بذارم جای شخصی که حالا اینو نمیدونه، چون من به عنوان خالق اون مرحله یا خالق اون بازی خب مسلط هستم، ولی حالا باید خودمو جای کسی بذارم که نمیدونه. و بعد از اینکه لیاتو چیدم، میگم با استفاده از المانایی مثل صدا، موزیکای امبینت مخصوصا، حالا نه موزیکای ملودی دار، موزیکای امبینت خیلی کمک میکنن که وقتی که شما به یه آبجکتی یا به یه هدفی یا به یه قسمت خاصی از بازی که مد نظرتون هستید نزدیک میشید، این شروع کنه به پخش شدن و شما رو نزدیک کنه، اون حسه رو توی شما ایجاد کنه که اینجا یه خبرایی هستش. و المان‌های روایی همینطور، حالا اینکه روایت بخواد از طریق دیالوگ باشه یا بخواد کاتسین باشه، معمولا ممکنه توی کاتسین بیان با حرکت دوربین توجه شما رو به یه جای خاصی جلب کنن، یا اینکه با یه دیالوگ خاصی شما رو به یه سمت مشخصی هدایت کنن، یا یکی از کارهایی که میکنن و خب خیلی برای من واقعا جالبه مخصوصا توی بازی‌های بزرگ، اون دکوپاژی که داره صحنه، حالا قطعا مطمئن نیستم این دکوپاژ لفظ درستیه، ولی یه قاب بندی درستی داره که شما رو هدایت میکنه. حالا اون قاب بندیه بر اساس خطوطی که توی اون هستن، مثلا بعضی قاب بندی‌ها دایره‌ای، بعضیا مستطیلی، عمودی، انواع مختلف قاب بندی توی سینماتوگرافی و بحث‌های کارگردانی هستش که میشه ازش استفاده بشه. و
اینا مواردی هستن که به نظر من، حالا من به خاطر شرایطی که حالا توی چیزش هستیم خیلی نمیتونم عمیق بشم، ولی خیلی دوست دارم که بحث‌های اینجوری عمیق‌تر از این بشه. یعنی ما به جای اینکه صرفاً بگیم که این ابزارها وجود داره، طرز استفاده از این ابزارها رو با هم دیگه بتونیم یاد بگیریم. چون که خب یه جعبه ابزاری هست، این نمیدونم ارس، این سیمچینه، این پیشگوشتیه و خب اینو چیزاییه که خب میدونیم هممون. مثلا حالا من نمیدونم دوستانی که تو این جلسه یا کلا توی گروه دیسکورد هستن چه سابقه ای دارن. قطعا یه سری هستن من بیشتر سابقه دارن، یه سری ممکنه کمتر سابقه داشته باشن، ولی حس من اینه که اینو اگر به یه سطح استانداردتری برسونیم، یعنی با همدیگه صحبت کنیم که اوکی اگه توی این بازی از این ابزار داره استفاده میشه برای هدایت کردن شما، چه جوری داره این اتفاق میفته، نه اینکه صرفا فقط بهش اشاره کنیم. چون به 10 ویدیو از خود یودمی الا ویدیوهای یوتیوب، کورسرا هستن که در مورد مباحث مختلف گیم دیزاین صحبت میکنن، ولی یه چیزی که توی همشون مشترکه و من خودم به عنوان یک کسی که گیم دیزاینر هستم بعضی موقع سردم میکنه اینه که بیشتر فقط ابزاره داره معرفی میشه، میگه که آقا از داستان استفاده کنید، از نور استفاده کنید، از فلان استفاده کنید، ولی چه جوریشو نمیان به آدم بگن. و حالا اصلا من با پروژه های بزرگی مثلا لاستافاس و آنچارتد و ردد و اینا ترجیح میدم خیلی کاری نداشته باشم، چون که اتفاقی که در نهایت میفته اینه که شاید من تا آخر عمرم قسمت نباشه که توی همچین پروژه‌ای کار کنم. ولی مثلا وقتی یه لول دیزاینی مثل سوپر میت بوی میبینم و سوپر میت بوی به خاطر اینکه بازی ایندیه و بازی کوچیکی هستش، المانایی که میاد توی لول دیزاین استفاده میکنه برای اینکه تبدیل بشه به همچین اثر شاهکاری توی لول دیزاین، خیلی با یه پروژه بزرگ فرق میکنه. مثل همین هیتمن. خب هیتمن به قول آقا امید انقدر آزادی عمل میده که بعضی موقع تو گم میشی توش. و حالا من یه نکته‌ای هم این وسط من جا انداختم، اینم بهش اشاره کنم. توی بحث این که گفتید که ما از کجا باید بفهمیم که کجا آزادی بدیم کجا نباید بدیم، اونجا جاییه که من فکر میکنم اون بحث آدینس که خب ما همیشه موقعی که میریم اولین بار سرچ میکنیم که آقا اصلا سند گیم دیزاین چیه، گیم دیزاین داکیومنت چیه، خب توی هر سایتی توی هر ویدیویی میگه یه بخشی هستش که آدینس. خب من خودم میگم و نمیخوام بگم بقیه نمیکنن من دارم میکنم، ولی برای بازی خودم من اومدم چی گفتم آقا آدینس من یک شخصیه که بازی فانتزی 2D مترویدونیا دوست داره. حالا برم ببینم اینا چه ویژگیایی، یعنی اونایی که بازی میکنن چه ویژگیایی رو دوست دارن، من همون ویژگی‌ها رو بذارم. ولی ظاهرا این قضیه خیلی تخصصی تر و عمیق تر و پیچیده تر از این حرف هست واقعا، و منم اطلاعاتی بیشتری ندارم در موردش. ممنون میشم اگه کسی همچین دیتایی رو داشته باشه یا توی همچین فضایی کار کرده باشه، یه ایونتی یا یه پرزنتیشنی مثل همین داشته باشه که بیشتر بتونیم در مورد این قضیه یاد بگیریم. واسه میگم یه تیکر رو میترسیدم یادم بره بگم. در مورد سوپر میت بوی میخواستم بگم اتفاقی که داره میفته توی سوپر میت بوی، چرا لول دیزاین سوپر میت بوی شاهکاره؟ برای اینکه دقیقه. سوپر میت بوی نه به هنر ربط داره، نه به نریتیو ربط داره، نه به نورپردازی ربط داره، فقط به دقتی که نسبت به اون مکانیکی که براش اگر میشه یه مقداری خلاصه کن صحبتو، چون بقیه منتظرن. نه تمومه، من صحبتم هم تمومه. من خواستم بگم که همچین اتفاقی میفته توی لولا که به این نقطه میرسه و همین. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید که صحبت کنم و فعلا خدا نگهدار. مرسی، ممنون. رضا هوشنگی شما بفرمایید. سلام به همگی. مرسی از آقای کلانتری برای ارائه‌ای که دادن. من در مورد اون سوالی که فیروز پرسیده بود میخواستم نظر خودم رو بگم.
در مورد بحث حالا انتخاب به پلیر و این حرفا، حالا اون قسمت اول سوال در مورد اینکه خب اصلا انتخاب خوبه بده یا کی باید انتخاب داد کی نباید انتخاب داد، خب این بحث آدینسه که خب قطعا درسته. یه سمت دیگه‌ای که من می‌خواستم مطرح کنم بحث خود یه جورایی بحث مؤلفه، یعنی خواست مؤلف، کسی که بازی رو داره میسازه، گیم دیزاینر، که خب اصولا حالا بحث احساس مطرح شد دیگه که این لول ما چه حسی رو قراره اصلا به مخاطب بده. خب قاعدتا کسی که اون لول رو داره طراحی میکنه، حالا یا اون نراتیو بازی رو داره دیزاین میکنه یا هر بخش دیگه ای از مجموعه حسی که میخوایم به پلیر بدیم، خب این که چه حسی میخوایم بدیم روی این باز بودن دستش اثر میذاره دیگه. مثال میزنم، توی بازی مثلا GTA یا بازی سند باکس، خب قاعدتا اون حس آزادیه ذاتاً همون چیزیه که ما میخوایم به پلیرمون بدیم. خب طبیعتاً توی همچین بازی لازمه که انتخابا هم زیاد باشه. یه جای دیگه هست که ما اصلا حسی که میخوایم بدیم با اون آزادی اصلا در تناقض، اصلا کار نمیکنه. اگه قرار باشه که پلیر رو آزاد بذاریم دستشو، دیگه اون حسی که میخوایم رو انتقال نمیده. پس فکر میکنم خیلی ربط داره به این که اصلا خود طراح بازی چه چیزی رو میخواد به پلیر انتقال بده، که اون وقت خب حالا میشه تصمیم گرفت که چقدر در چه سطحی اون آزادیه رو بهش بده، یا حالا هر پارامتر دیگه‌ای که میخواد تو لول بذاره رو بذاره برای اینکه اون حسه رو تقویت کنه. این سمتش به نظر من خیلی مهمه. در مورد چگونگیش هم، اینکه چطوری میشه اصلا این آزادی عمله رو داد، خب قطعا خیلی بحث گسترده‌ایه. منم همه گزینا یعنی خیلی کلی نمیدونم، ولی یه موردی که به نظرم رسید که یه پترنی که توی بازیایی دیدم که معمولا آزادی عمل زیاد به پلیر میدن، انتخاب زیاد میدن، به نظرم اینه که مکانیکای بازی‌هایی که انتخاب زیاد دارن معمولا قابلیت ترکیب با همدیگه رو خیلی زیاد دارن. یعنی ورب‌ها، اون افعالی که پلیر انجام میده، انگار که قابلیت اینو دارن که با هم ترکیب بشن، یه داینامیکای جدیدی بسازن، یه مجموعه رفتارهای جدیدی بسازن که در نتیجه پلیر این انتخابه رو داره که اینا رو چجوری به چه ترتیبی چطور انجامشون بده برای اینکه بتونه کارهای مختلفی بکنه. حالا تو این بازی‌های مثلا سند باکس هم معمولا این اتفاق میفته، یعنی یه جورایی انگار گیم پلی ایمرج میشه، ساخته میشه با ترکیب اون افعالی که پلیر انجام میده. حالا فیروز البته خب سوالش این بود که یعنی توی خود لول دیزاین چطوری انجام میشه فارغ از طراحی مکانیکا، ولی خب حالا فکر نمی‌کنم خیلی بشه از هم جداشون کرد دیگه. قاعدتاً مکانیکا دیزاین میشن برای اینکه لول دیزاینر بتونه تو لول بچینتشون و ازشون استفاده کنه. قاعدتاً فکر می‌کنم باید یکی از کارهایی که میشه کرد اینی که همین مکانیکایی که دیزاین شدن اصلا قابلیت ترکیب شدن با هم دیگه رو داشته باشن که بشه حالا این انتخاب عمل بیشتر رو داد به پلیر. مرسی. زنده باشید، دمت گرم، مرسی خیلی عالی. خب مهدی HKH اصفایی میکنم، فامیلیتون مشخص نیستش، حالا شما بفرمایید. سلام، خسته نباشین، وقتتون شبتون بخیر. مرسی آقا امید از ارائه‌ای که دادی به حساب، خیلی مسئله خوب بود. اینا البته من انگام دیرتر رسیدم حساب، اینا اولا نبودم خیلی. بعد دو تا مسئله داشتم حساب برای همین خود لول دیزاین و اینها. خب بیشتر چالش لول دیزاینر هم هست، بخصوص بیشتر تو بازی داستانی و اینها. یکی اون مطابق کردن نراتیو خوب، اون حس خوب دادن به پلیره تو لول دیزاینه که به حساب فرض کنید که ما مثلا یک جایی داریم، حالا تو بخش لول دیزاینر مثلا حالت سایکل و اینها، که ما یه محدوده مرکزی رو تعیین میکنیم با چند تا قسمت اینا که افراد که مثلا پلیر که وارد اون محدوده مرکزی میشه یه سری معما اونجا طراحی میکنیم که مثل بازی کنار بریج آف اسپریتس میره این معما رو حل میکنه که در قالب بتونه اون معمای اصلی که داخل اون مرکز هست رو اونجا رو بتونه مثلا حل کنه و بتونه ادامه بازی اصلی رو بره اونجا، که یه جورایی نحوی یه جورایی حساب بازی رو بتونه چیز کنه، ادامه بده و اینجوری بتونه به آخر برسونه. و این بخش نراتیو که داره مثلا تو این به لول دیزاین کمک میکنه. می‌خواستم ببینم شما مثلا چه جور ابزار چیزی دارین که میتونین
بتونین اینا رو خوب با هم دیگه در بیارین، با خوب با هم دیگه ببرین جلو، که پلیر مثل اون چیزی که تو بازی حالا کنابریج آف اسپریتس هم بود یا مثلا اینساید یا خود بازی استری، حوصله پلیر سر نمیره که مثلا آقا که بگه آقا مثلا برای چی باید این معما رو حل کنم اینا، که بگه آقا من اصلا اینجوری نمیخوام ببرم جلو، اینا میخوام این کار دیگه انجام بدم. اینجوری حوصله سر نمیره، دوست داره که مثلا بیشتر ادامه بده، اون حس ماجراجویی، اون حس کنجکاوی داره بیشتر توش تقویت میشه اینا. این چالش اولیه بود. یه چالش دیگه هم که همیشه داشتیم ما تو کارمون، این تجربه و احساسی که پلیر مثلا باید تو بازی حساب داشت و اون راهنما دادن به پلیر بود که حساب ما چقدر باید در نظر بگیریم این راهنما دادن رو به پلیر که هم از اون ور بوم نیافتاده که دیگه همه چی رو به پلیر بگیم که آقا خودت که دیگه بر اساس این راهنما بیا انجام بده همین کارا رو. همین که خودمون یه جوری به حساب طراحی کنیم که خود پلیر مجبور بشه خب فکرام بکنه، پازل دیزاین داشته باشه، بتونه حل کنه این ماجرا و اینها و تجربه بدی ازش نداشته باشه، اکسپریانس بدی نداشته باشه. حالا تو خود مثلا بازی اینساید مثلا این نمونه خیلی مثلا بارز بود، این حدوده رو خوب رعایت میکرد. یه جایی مثلا داشتیم که آقا میرفت که آقا باید این پازل رو مثلا اهرام‌ها رو باید میکشیدی یا باید این کاری انجام میدادی، قسمت دوم ماجرا رو ما خودمون میرفتیم مثلا اکسپلور میکردیم یا تحقیق میکردیم که ببینیم چجوری باید باشه و چی کار باید خلاصه انجام بدیم. می‌خواستم ببینم اگه مطالبی چیزی در این مورد دارین که خوبه توضیح بدین در موردش، خوشحال میشم که حساب دانش و تجربه‌مون توی زمینه بهتر بشه. مرسی. خیلی عالی، مرسی از نکات و نظرات خوبی که گفتی. خب راجع به سوال اول، منظور از ابزاری که گفتی حالا چی استفاده بکنیم داخل محیط که جذب بشه یا به قولی بتونه کار بکنه. خب بازی که ما داریم کار میکنیم حقیقت خطی نیست و یه حالت اینجوری داره که حالت آنلاینه و داخل مپ میتونه کار بکنه. اگر منظورت المان ها هست، خب المان ها همون چیزایی که داخل ارائه گفتم، سعی داریم که از ایونت ها و رویدادها استفاده بکنیم که بیشتر پلیر جذب کار و جذب محیط بشه. خب پس المان های متعددی میتونه تاثیرگذار باشه. یه چیزی که هست، خب من راجع به اون ضربانه گفتم، خب این برای اینکه بتونیم ایجاد یک حس و ایجاد یک رفتار داشته باشیم، میان بازی ها معمولاً یک حسی رو تعریف میکنن، یک المانی رو به عنوان المان خودشون تعریف میکنن و یک لیست المان دارن و با استفاده از تکرار اونها و ترکیب اونها میان حس‌های متنوع، رفتارهای متنوع رو ایجاد میکنن. وقتی شما میخوای لول رو بچینی، خب 3 تا مقوله رو باید در نظر بگیری. یکی اینکه یادشون بدی در قدم‌های اول، خب وقتی داری بازی رو پیش میبری، اینکه بتونی شرایطی رو فراهم بکنی، حالا با UX دیزاین، با چه میدونم داخل خود محیط، هر چیزی که هست، ما یاد بدیم به پلیر که چجوری باید از پس این مرحله بر بیاد و چجوری باید این مرحله رو پیش بره. خب بعدش میگه آقا وقتی یاد دادی حالا بیا تست کن. خب بیا یک نمونه از اون چیزی رو که یاد دادی بیا تست بکن. خب تا یه جایی با حالتهای مختلف، با حسهای مختلف بیا پلیرت رو تو همون سطح تستش بکن. بعد از اینکه تست کردی میگه آقا بیا حالا همون چیزی که تست کردی رو پیچیدش بکن. خب پیچیدش بکن، ببین پلیر نسبت به اون چه رفتاری داره. بازی که من خیلی برام باحال و جذاب بود و با اینکه مینیمال بود و خیلی هم خوب بود، بازی کوکون بود. خب یعنی شما فرض کنید، حس میکنم با یه مکانیک مشخص میاد سیستم های عجیب غریب میچینه و هر دفعه هر لحظه منو سورپرایز میکنه. میریم تو جهانهای مختلف، شاید عمل کرده تو همون حالت باشه ولی اینکه حالتها رو متفاوت میکنه، حسهای متفاوتی رو ایجاد میکنه و بعدش میاد پیچیده میکنه. اینکه آقا میان
گوی‌ها رو در هم ترکیب میکنن برای اینکه بتونیم پیش بریم. پازل ترکیبی میسازن و این کاریه که این 3 تا مؤلفه باید انجام بده. یعنی این 3 تا کاری که میتونید برای لولتون در واقع انجام بدید و پلیر هم خودش ناخودآگاه با اون چیزی که قرار داده، خب یعنی اون چیزی که تو ذهنش نسبت به بازی‌های گذشته‌ای که انجام داده میتونه الگو برداری بکنه و بازی رو پیش ببره. در واقع یه جورایی برای اکسپلور کردن اینا که حس اون اکسپلورر رو تو پلیر ایجاد میکنه، یه جورایی خود اون مکانیکا نیستن، در واقع اون المانای خود اون بازی هستن که سررشته از هسته بازی یا همون نراتیو بازی دارن میان که پلیر داره خوب اونا رو احساس میکنه و با اونا در اصل داره میره جلو و مکانیکا هم یه جورایی دارن به این قضیه کمک میکنن. میگم یه جورایی الان به همین شکل درسته. مکانیک یک نوع رفتاره، نمیتونیم بگیم میتونه به عنوان المانی هم در نظر گرفته بشه که جذب بازی بشم. خب یعنی من تو همین کوکون که میگم این که از یه جهان به یه جهان دیگه انتقال پیدا میکردم برام جذاب بود به نظرم. خب و این میتونه به نوعی میتونه اون عاملا باشه، من نمیتونیم بگیم یه حالت وصل کننده هستش. گفتم که میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب و بیشتر باید تمرکزتون باشه روی اون سبک بازی که به نظرم دارید میسازید و سعی کنید به این فکر کنید که من میتونم از چه المان‌هایی استفاده بکنم که پلیر وقتی داره بازی میکنه متوجه بشه کجا الان تو زمانی که هستیم کجای بازی هستیم. آیا توی بالای شدت نمیدار شدت یا پایین. مثلا من گالافار وقتی یک باز رو داشتم یک المانی رو داخل اون محیط میدیدم که الان یادم نیست دقیقاً چجوری بود، ولی یک المانی میدیدم که آقا رسیدم به یک منطقه آرامش که میتونم الان یه خورده اکسپلور بکنم. این که بتونیم المان‌ها رو تعریف کنیم، جوری به کار ببریم که برای پلیر توی سطح بازی، توی تایملاین بازی شناخته شده باشه، به نظر من خیلی مهمه و این برمیگرده به هنر خود بازی ساز که اگر فلان المان رو دید الان دقیقاً کجای از لحاظ جوی شدت و فشاری که بازی ساز داره به پلیر میاره و بتونه یه خورده پیش بینی کنه بازیو. همین پیش بینی کردنه بعضی مواقع ممکنه اشتباه عذاب در بیاد و باعث سورپرایز پلیر بشه و همین هم خودش یک عامل جذبی برای اینکه بتونه بیشتر همون اکسپلور کنه و بگیره. بسیار عالی. جناب آیدین سرسبیلی شما بفرمایید. استفاده نکنه. سلام به همگی. ممنون از آقای کلانتری به خاطر توضیحات خوبشون و سوالای خوبی که بچه‌ها پرسیدن. میخوام برگردم به سوال فیروز در مورد انتخاب، ولی قبلش فکر کنم یه کوچولوی مقدمه بگم که حتی سعی میکنم کوتاه صحبت کنم. من فکر میکنم که در درجه اول باید به این نگاه کرد که چه بازی ساخته میشه و ژانر بازی چیه و بزرگترین تأثیر رو خواسته هایی که از کور دیزاین میاد روی همه مسائل میذاره. به خاطر همین بهتره که اول از همه تفکیک کنه کسی که میخواد لول دیزاین کنه یا هر کار دیگه ای تو گیم بکنه ایده های قبلیش رو از ایده هایی که الان از سمت دیزاین میاد. این که به بازی هایی که قبلا انجام شده نگاه کنه و ببینه که اونا چه مسیری رفتن، خب خیلی میتونه کمک بکنه. اما بخوام مثال بزنمش، فکر میکنم این خیلی میتونه مفید باشه که بر فرض مثال فرانچایز دیسانرد یک تعداد زیادی مکانیک رو تحت اختیار پلیر قرار میده و بعد یه دنیایی رو رسم میکنه که از نظر عاطفی، از نظر نریتیو، از نظر ویژوال تاثیرات خودش رو بر پلیر میذاره و این مکانیک ها رو میریزه تو پاکت جیب پلیر، بهش میگه که برو این تو و گل رو فقط مشخص میکنه، هدف رو فقط مشخص میکنه، میگه برو هدف رو به دست بیار.
این اجازه رو به پلیر میده که از همه این مکانیکا هر جوری که دوست داره نسبت به این انوایرمنت که کاملا ایمرسیو و همه چیزش قابل استفاده است به دست میگیره و شروع میکنه بازی کردن. این یک نمونه دیگه ای میرم سراغ اینسایت که مکانیکا بسیار محدودن، دوربین محدوده، انوایرمنت محدوده، همه چیز محدوده و پلیر دائم فورس میشه به انجام یک چیزی. اینجا برمیگردم به نریتیو داستان‌هایی که توی اینسایت یا دیسانرد وجود داره. توی اینسایت اساساً یکی از مهمترین قسمت‌های اینسایت اینه که میخواد بگه که تو مجبوری به انجام این سفر. تو هیچ وقت نمیتونی توی اینسایت برگردی، که نمیتونی دوباره برگردی یا یه مسیر دیگه یا بعدت رو عوض بکنی، چون پرسپکتیو اصلا اینجوری نیست و مسیر خطی به سمت جلو دائم. به خاطر همین این رو دقیقاً در مکانیک ها و در لول دیزاین پیاده سازی کرده. یعنی لول دیزاین و مکانیک ها در خدمت اصل ماجرای این سایت هستن و این محدودیت یکی از اهداف اصلیه که خود بازی داره پیگیری میکنه و توی لول دیزاین این موضوع به خوبی پیاده سازی کرده. از طرف دیگه بازیایی هستن مثلا آنچارتد یا بازیایی که کلا حالا ناتی داگ ساخته، بازیایی هستن که یه چیزی بین این دوتا هن. یه میزان فورس وجود داره، یه میزان آزادی وجود داره و مثالی که امید جان زدن راجع به این که توی هیتمن یا توی یه بازی دیگه که الان یادم رفت چی بود میتونه بدوه و فکر کنم لاستاواس بود که گفتی میتونه بدوه و اون مسیر رو بدون کشتن یا بدون استیلت رفتن مثلا عبور کنه. دقیقاً این وسط است. حالا این مقدمه رو گفتم که بگم که چه چیزهایی رو میتونی در لول دیزاین، اینجا میخوام سعی کنم یه ذره به سوال فیروز نزدیک بشم. بحث انتخاب رو مطرح میکنم اینجا. توی انتخاب کردن واقعا بستگی به این داره که بازی آیا میخواد انتخاب بده به پلیر یا نمیخواد انتخاب بده پلیر. ما توی اینسایت چقدر مگه میتونستیم انتخاب کنیم که چه کنیم، ولی مثلا در دیسانرد که مثال زدم ما همش در حال انتخاب کردن هستیم. حالا این انتخاب ها خودشون چندین مدل خواهند داشت، یعنی میخوام بگم هیچ کدوم اینها شبیه همدیگه میتونن نباشن و میتونن از یک دستور پیروی نکنن. انتخاب ها مثلا توی رد دد ریدمپشن به شما این امکان رو میده که در یک جهان اوپن ورلد با یه مکانیکی که در دست داری و یک میشن هایی که به وجود میاره تو بری یه کاری انجامی، ولی انتخاب داری که الان میشن رو ول کنی وایسی ماهی بگیری. خب و میتونی این هیچ تأثیری بر روند بازی نذاره، اما یه انتخاب های دیگه هم داری. میتونی وایسی به این پیرزنه کمک کنی بزش رو پیدا کنه. این در کل نریتیو بازی یک تأثیری میذاره. اگر اطلاع داشته باشین، حالا ممکنه اسپویلر باشین دیگه، ولی به هر صورت این اتفاق میفته که شما به مجموعه کارهای خوبی که انجام میدی یک سری پوینت برات جمع شده جایی در دیتابیس بازی که تأثیرش زمانیه که شما سل گرفتی و داری میمیری و توی خیابون میافتی دو دستات و یک گرگی رو میبینی که داره میاد یا یک گوزنی رو میبینی که میاد به سمت یک گوزنی با شاخهای طلایی. اگه کارهای خوب زیادی کرده باشی اون گوزنه میاد و اگه کارهای مثلا تو خیابون زیاد دعوا کرده باشی اتفاق افتاده باشه گرگه میاد. خب این تأثیر یعنی تأثیر انتخاب بر یک چیزی که در روح بازی تأثیر گذاشته. بازی‌های دیگه‌ای هستن که اصلا انتخاب محورن که اگر من این کارو بکنم این اتفاق میفته و یه درخت درست میشه، یه شاخه‌های زیادی برای انتخابا وجود داره. پس این خیلی مهمه که ما داریم راجع به چه جور انتخابی صحبت می‌کنیم. اگر راجع به این صحبت می‌کنیم که از راست برم یا چپ برم، این تو لول دیزاین تو خیلی از بازی‌ها فقط برای اینه که یه مقدار صحنه رو پیچیده‌تر به نظر برسونن که عموماً هم موفق نیستن. به طور مثال اخیراً توی بازی هلبلید 2 من بارها از چپ یا راست رفتم ولی هیچ تأثیری بر کلیت بازی نداره و این نشون میده که خیلی این روش موفق نیست. میخوام ببینم حتی یه جایی گم میشی. حالا اگر اون جایی که گم میشی در حقیقت هدف گیم باشه که تو گم شی و سعی کنی پیدا کنی، اون وقت این معنی داره. میخوام یه مقدار بیشتر برم توی سوال فیروز که انتخاب رو چجوری به پلیر بگیم که اینجا انتخاب داری،
اینجا میتونی انتخاب کنی. این خیلی مهمه. اگر پلیر ندونه اینجا انتخاب داره، مثلا راجع به همین دو راهیه بهتون میگم، یه راه این ور یه راه این ور، وسطش یه دونه تیغه است که دوتاشون به یه نقطه میرسه. اگر پلیر از راست بره و این طرف رو نبینه، یعنی سمت چپ رو نبینه، خب واسش سوال میشه. یه دسته پلیرها هستن که اکسپلوررن، اینا برمیگردن اونورم چک میکنن ببینن چیزی رو از دست دادن یا از دست ندادن. اما اگر این دیوارهه مثلا نرده‌ای باشه و تو اونور ببینی و همزمان بتونی اینجا هم بری، اون وقت پلیر دیگه بر نمیگرده این برو ببینه، مگر اینکه اونجا یه چیزی بذاری براش که ببینه. پس این انتخاب کردن رو تو حالت دوم که گفتم دیوار نرده‌ای باشه، داری به پلیر میگی که انتخاب کن از این ور برم یا از این ور برم، و میدونی که دوتاش چه اتفاقی داره میفته. میدونی. اگر ندونی حتما هدف گیم باید باشه، یعنی باید هدف گیم این باشه که تو یه چیزی رو میس کنی، یه چیزی رو از دست بدی که بعداً در یک جایی بر تو تاثیر بذاره. اگر تاثیر نمیذاره هیچ فایده ای نداره، یعنی عملاً این یه لول دیزاین ناموفق. پس وقتی که میخوایم انتخاب رو به پلیر معرفی بکنیم، اول از همه باید سابقه انتخاب رو باهاش مرور به مرور و پله پله ببریم بالا. یعنی انتخاب کوچیک بهش بدیم، انتخاب متوسط بهش بدیم و انتخاب بزرگ بهش بدیم. یاد بگیره که انتخابش چه تأثیری میذاره. الان این اسلحه رو ورداشتم که یه اسلحه مثلا بزرگه، مثلا یه شاتگانه، و اسلحه کوچیکم رو انداختم. تو بهش انتخاب داری دیگه، اسلحه بزرگم رو بردارم یا کوچیکو. اینونتوری هم نداره، یه اسلحه بیشتر نداره مثلا، خب میخواد اینو بندازه اونو برداره. میره جلوتر میبینه تیر شاتگانش پیدا نمیشه دیگه. اگر این کارو بکنی، خب قطعا به پلیر ضربه زدی، پلیر عصبانی میشه از دست تو، میگه چرا همچین کاری با من کردی؟ من خب اسلحه خودم داشتم دیگه، این همه تیر ریخته زمین، یه دونه تیر شاتگان ازش شروع میکنه بهت پشت دادن. و این اتفاقی که بارها و بارها تو گیم‌ها میفته. یه نکته دیگه در مورد اینکه چجوری از نظر ویژوال یا نریتیو انتخاب کردن رو به پلیر نشون میدی. تو همین اسکرین شاتایی هم که الان داریم تو صحنه میبینیم، خب لول دیزاین وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که مکانیک های بازی رو در یک صحنه قابل استفاده بکنه. وظیفش اینه که هدف بازی رو کاملا مشخص کنه، هدف میشن رو کاملا مشخص کنه. وظیفش اینه که در طی عبور از اون لول، تو اگر داستان قصه داره، اگر بازی قصه داره، قصه رو بشنوی. حالا این میتونه پخش بشه توی لول، میتونه توی کاتسینش باشه، میتونه هر اتفاقی بیفته توش، ولی عملاً لول دیزاین کارش اینه که بازی رو بسازه. یعنی همه ایده هایی که بقیه دارن، همه تکایی که نوشته شده اون تو پیاده میشه. پس اینجا اهمیت پیدا میکنه که پس‌های مختلفی داشته باشه. یعنی وقتی شما رو بلاک آوت لول کار میکنی، بدون اینکه به این فکر بکنی نور اینجا چه کمکی قراره بهت بکنه، باید اون پس کامل کار کنه، در خدمت دیزاین باشه. بعد پس دومش رو که حالا اضافه کردن عناصریه که معرفی میکنه، کمک میکنه برای اینکه درک کنی لول رو. حتما تو همه بازی‌ها دیدین، خودتون هم دارین ازش استفاده میکنید که مثلا اینجا رو میخوای پلتفرمینگ کنی، یه دونه دیکل گذاشته که مشخص میکنه که پلیر میره بالا. ولی قبل از اینکه تو دیکل رو ببینی، باید بلاک آوت تو بگه که اونجا میتونی بری بالا. یعنی منطق ها رو به پلیر یاد داده باشه قبلا با همین بلاک آوت، بگه تو این ارتفاع هر چی که میبینی میتونی دستتو بگیری بهش و ازش بری بالا. و بعد برای اینکه این موضوع رو تشدید بکنه، باید بیاد اون دیکله رو بذاره، باید بیاد لایتر رو بذاره. یعنی پس های بعد از بلاکات هستند که مشخصاً دارن به پلیر کمک میکنن که بهتر بفهمه. اما پس بلاکات بسیار اهمیت بیشتری داره، به خاطر اینکه کور قضیه است و اهمیتش بیشتر از لایتی که اون تحت داره قرمز مثلا چشمک میزنه. و بازی های خیلی خوبن، ما هممون بازی هایی رو دوست داریم که اگر کل این بزکش رو برداری هم هنوز صحنه داره کار میکنه و هنوز مثل همین اسکرین شات آنچارتد. نکته آخرمو بگم و تمام. فکر میکنم مهمترین چیزی که توی یه لول دیزاین خوب، و حالا من میدونم که بحث فقط لول دیزاین نبود، ولی من این گوشش رو گرفته بودم. یه
چیزی که فکر میکنم یه لول دیزاین خوب باید ازش بهره مند بشه اینه که پلیرش رو بشناسه. فکر میکنم دوستای دیگه هم به این موضوع اشاره کردن. پلیرش رو بشناسه، پلیرش قراره چه بازی بکنه. اگه دوم بازی میکنه، لول دیزاین دوم خیلی فرق میکنه با لول دیزاینی که برای آنچارتد کار کردن. خب واقعا باید بدونه ژانر بازی، دوربین بازی و اینا رو باید بهش مسلط بشه لول دیزاینر، اما باید همه اون اطلاعاتی که میخواد برای دیزاین کردن لولش داشته باشه رو از کریتیو دیرکتورش بگیره، باید از داکیومنت ها بگیره و هر جایی که گیج شد، یعنی پلیرها 100 برابر بیشتر گیج میشن. چون تو پروژه‌ای و گیج شدی الان نمیدونی که این داره کار میکنه یا نه، این سیلوئت رو هی بالا پایینش میکنی ولی میبینی تغییری ایجاد نشده. این به خاطر اینه که تو اطلاعاتت نسبت به کل گیم کم شده و یه چیزی اونجا یا میسینگه، یعنی یا خود دیرکتور هم نمیدونه هنوز، خود گیم خبر نداره ازش، یا تو خبر نداری ازش. این خیلی کمک میکنه. ممنون. دمتون گرم، خیلی عالی بود، مرسی. خب اگر سوالی مبحثی چیزی هستش دوستان دست بلند کنن، اگر نکته نیست که یواش یواش جلسه رو به پایان برسونیم. رضا جان اگه امکانش هستش، اگر فکر میکنیم مثلا ریسورسی ازش هست که خودت فکر میکنیم مثلا مفیدتر میتونه باشه واسه بچه‌ها توی چیز بذاری ریسورس ها بذاری، خیلی عالی میشه. آره حتما. یه دونه تاک من ازشون دیدم که حالا یه بخشی از تاک البته در مورد همین بحث انتخابه، ولی کلا تاک جالبه، میذارم اون. دمت گرم، مرسی. بسیار عالی. سرسبیلی از صحبتاتون خیلی استقبال شده. بچه‌ها میگم بیشتر صحبت کنید از این به بعد و نکات بیشتری رو بگید. ارادت، ولی من دانشم خیلی زیاد نیست. در حال فقط اینا نقطه نظر من توی این مدت بود. امیدوارم که مثمر ثمر بشه. خیلی عالی بودش، خیلی عالی. دمتون گرم. بسیار عالی. دوستان اگه نکته‌ای موردی چیزی هست بفرمایید و یا نه که بریم برای جلسه. بسیار عالی. دم همگی گرم. ممنونم از همتون تشریف آوردین، محبت کردین، وقت گذاشتین. از امید تشکر می‌کنم مجددا وقت گذاشت، اسلایدر آماده کرد و ارائه داد. خیلی عالی. ممنونم از همتون. امیدوارم سری بعدم ببینیمتون اینجا. وقتتون بخیر باشه. مرسی. شب همگی بخیر. خدا. ممنون. خدا نگهدار.